سلام. میخوام براتون در مورد یک تابع معروف صحبت کنم. تابعی که اسمش از پیچ نیوتن. و جالبه که توی کتاب رد پا داره و در آزمون‌های سنجش هم به اون پرداخته شده. نگاه کنید. این تابع در حالت کلی است y مثل ax رو x به علاوه 1 که من الان میخوام با فرض اینکه a عددی مثبت باشه در مورد این برای شما صحبت. اولین چیزی که شما در تابع کسری باید بهش توجه کنید اینه که مخرج رو نگاه کنید. که مخرج رو که صفر میکنم میبینم ریشه نداره، پس تابع من پیوسته است و دامنه اون r هست. حالا من میگم که این تابع در دو انتهای محور x چه بلایی سرش میاد؟ x که بره به سمت بی‌نهایت چه اتفاق مهمی میفته؟ از صورت و مخرج جمله پرتوان حاکمه و اگر که ساده کنیم میشه ax. شما همگی یک x رو بلدید. ax مضربی از اونه. پس در دو انتهای محور x این تابع هم عرض و شکل اونم شبیه به ax. پس در مثبت بینت بالای محور x و در منفی بینت زیر محور x که این خودش میتونه یه دونه تست باشه. در نزدیکی صفر کم توان صورت و مخرج حاکم هستن. پس این در حقیقت میشه ax و خطی مار یا عبوری از مبدأ. مار اسم فاعل از مرره میشه مارر، ادغام میشه مار، یعنی عبوری. حالا در مورد این دوتا من یه جمله بگم. اینا رو بهش میگن تابع قالب. قالب با قینی، مثل ژن قالب. مثلا شما از والدینتون یه ژنایی بهتون به ارث رسیده، لب و دهنتون شبیه مادرتون شده، چشم ابروتون شبیه پدرتون. این تابع هم در حوالی مبدأ شبیه خط ax که شیبش هم آ و در دو انتهای محور x هم ارزش با ax هست، یعنی شبیه اونه و اون تابع غالب هست. و جالبه که من هرچی از طرف مبدأ به سمت مثبت بینت حالا یا منفی بینت میرم، از اثر ax کم میشه و اثر ax من تابع شبیه تر به ax میشه. خب حالا من میام از تابع مشتق میگیرم و مشتقمو برای اینکه ببینم کجاها مماسهای مرسوم به تابع افقیه برابر صفر قرار میدم. اینو میدونید که هر جا بتونیم بر تابع مماس افقی کشیم مشتق صفره. خب مشتق رو صفر میکنم، 2 تا x پیدا میکنم، این 2 تا x رو ارزش هم پیدا میکنم. یه بار تو آزمون سنجش مجموع اکسترموم های تابع رو خواسته بود. بچه‌ها منظور از اکسترموم یعنی عرض این نقطه ها. پس کافی بود اینا رو با هم جمع کنیم. البته شاگردای حرفه‌ای‌تر با یه نگاه به این میگن که خب اگه من x رو به من x تبدیل کنم این تابع میشه منفی fx. برای تابع هایی که f من x با منفی fx یکسانه، این تابع اگه از این ور هر چی بره بالا از اون ور همونقدر میره پایین، یعنی متقارن نسبت به مبدأ یا اصطلاحاً تابع فرع. اما این تابع رو من میبینم که خب دامنش آره. تو این تابع کسری پیوسته فاصله بین ماکسیموم و مینیمم میشه برد و الان میبینید که اگه من تابع رو پرس کنم رو محور وای ها برد به دست میاد. ساده ترین روش تعیین برد رسم منحنیه. بچه این تابع فهمیدیم تو بینت شبیه ax. توی منهای 1 میشه منفی a2 با مماس افقی. تو مبدأ 0 0 میشه. تو 1 میشه a2. تو مثبت بینت میشه این و نقاط رو از چپ به راست به هم وصل میکنیم. حالا بچه‌ها یه موضوع مهم بگم. این تابع همونطور که می‌بینید سوال این کتاب ریاضی 3 فصل 5 تمرین 2 صفحه 112 میگه تو چه بازی اکیداً نزولیه؟ منفی بینت تا منفی 1 یا 1 تا مثبت بینت. تو چه بازی اکیداً سودیه؟ منفی 1 تا 1. شاگرد ریاضی اینم میدونن که این تابع اگه مشتق دومش رو مساوی 0 قرار بدیم 3 تا عطف دست میاد که توی استقامت مبدأ نقطه عطف هست. 2 تا عطف دیگه هم اینجا داره که فعلا از این سری رد میشم. حالا این تابع چون نزولی سعودی نزولیه، اگه یه خط افقی بکشم اونو چی؟ اونو در چند تا نقطه؟ اونو در بیش از یک نقطه قطع میکنه. معلومه این 1 به 1 نیست. کسی که 1 به 1 نباشه وارون پذیرم نمیشه تو تابع های پیوسته یک پارچه. میبینیم که 2 تا اکسترموم داره و 2 تا بحرانی داره و اما تمرین کتاب میاد به این چی میگه؟ میگه که آقا جون x روی x و 1 رو بررسی کن. شاگرد من میگه دامنه که r هست x2 به علاوه 1 ارزشش مثبته. پس اگه x مثبت باشه ارزش تابع مثبت و تابع بالای x هست و اگر x منفی باشه ارزش تابع منفی و تابع زیر x هست. یعنی از نظر در واقع حسی میگه آقا این یه شکلیه تو صفحه که تو راست محور وای ها بالای محور x هست، تو در واقع زیر محور x ها پایین، یا به قول بچه‌ها تو مثبت ها بالاست تو منفی ها پایین است. حالا من میگم که این تابع من 3 جاشو اینجوری در واقع دایره کشیدم و در واقع بزرگ کردم. یه داستان مهم اینه که این تابع حوالی مبدأ شبیه y مساوی x رد میشه و خط y مساوی x به اون مماسه و شیبش هم برابره با 1 و تو بی‌نهایت شبیه 1 x
و تابع ماکسیموم مینیمومی برابر با 1/2 و -1/2 داره. در حالت کلی برد این تابع ها به صورت آ دوم و منفی آ دومه. اینو خیلی روش در واقع تاکید دارم چون تامین کتابه، تو کتاب رد پا داره و طراحان میتونن بهش گیر بدن. حالا توی قسمت بعدی براتون توضیح میدم که چرا به این میگیم پیچ نیوتن. ویدیو رو ادامه بدید. وجه تصمیمی این داستان پیچ نیوتن چیه؟ همونطور که میدونید ایزاک نیوتن قانون گرانش رو در واقع فرمولش رو داد که G M1 M2 روی D به توان 2 که اینا اجرام هستن، اینم مجذور فاصله جمع که ثابت جهانی گرانش. و جالبه که نیرویی که دو تا بار الکتریکی به هم وارد میکنن هم از Q1 Q2 بخش بر D2 به دست میاد که اینا یه شباهتی با هم دارن. حالا فرض کنید دو تا بار Q بزرگ کلون مساوی با هم اینجا داریم. خب یه بار مثبت آزمون Q هم اینجا داریم. اگر که این دو تا بار من باشه و این بار مثبت آزمون Q اینجا باشه، نیرویی که Q1 به این و نیرویی که Q2 به این وارد میکنه، وقتی که من در واقع وسط این هستم، نیروی وارد بر این برآیندهش صفر. حالا این نیرو رو من روی این در واقع محور حرکت میدم. همونطور که میدونید تو هر نقطه‌ای که بیاد نیروی Q1 به این F1، نیروی Q2 به این F2 و برآیند این دوتا یه نیروی به این وارد میکنه. حالا ما میخوایم نشون بدیم که وقتی که من از اینجا دور میشم، نیروی وارد بر این بار مثبت آزمون Q چگونه تغییر میکنه. خب تو این نقطه نیرو صفره اگر که حساب کنید و اصلا میشه این معادله رو هم به دست آورد. یه مسئله الکتریسیته شاکن قشنگه، بچه‌ها که المپیاد فیزیک کار میکنن احتمالاً اینو دیدن. و وقتی که من مثلا به این نقطه میرسم، برآیند نیروهای وارد بر این ماکسیموم میشه و بعد وقتی که به سمت بی‌ند میریم، برآیند نیروهای وارد بر این به سمت صفر میل میکنه. و جالبه که در این طرف هم همونه، فقط جهت نیرو برعکس میشه، برای همین این میاد زیر محور x ها. و جالبه که این نمودار x روی x2 به علاوه 1 چون اشاره به این داستان و در واقع ریشه تاریخیش اینجا هست، اسم شده پیچ نیوتن. حالا به یه تست دیگه در مورد این داستان دقت کنید. اما یک تست مهم، تابع قدر مطلق x روی x علاوه 1 چه تعداد اکسترموم نسبی داره؟ خب بچه‌ها میدونن که راه پیدا کردن اکسترموم نسبی محاسبه مشتق و کشیدن جدول تغییرات هست که برای این سوال خب قطعاً طولانیه. اما چیزایی که در مورد این تابع میتونیم ببینیم، همونطور که نگاش میکنیم میبینیم قدر مطلق x و منفیه، x تو علاوه کم که مثبته، پس ارزش این تابع باید مثبت بالای محور x ها، یا اینکه اگر x هم صفر بدیم صفر میشه، پس این یا صفر یا بیشتر. حالا اگر که من تابع رو بشناسم که میشناسم دیگه، خب تو x های مثبت میشه x روی x علاوه 1، یعنی اون شاخه سمت راست در واقع پیچ نیوتن، و تو x های منفی میشه منفی x، یعنی اون قسمت پیچ نیوتنی که پایین بود برای آی منفی میاد بالا و کلا یه همچین تابع متقارن نسبت به محور وای های میشه. و من و تو میدونیم که این تا 1/2 بالا میومد و اگه پرسش کنیم رو محور وای ها میشه بین خود صفر تا خود 1/2 و این میشه بردش. و تعداد اکسترموم هم خب 2 تا ماکسیموم داره و یه دونه مینیموم و نهایتا میشه 3 تا. اما بیایم بررسی کنیم. تو x های مثبت این میشه همون پیچ نیوتن من با آی مثبت. تو x های منفی همین تابع توی منفی ضرب میشه و قرینه میشه نسبت به محور x ها. حالا میگه این تابع رو میخوای بکشی تو x های مثبت، این بخشو بردار، کات کن، پیست کن اینجا، ببر و بچسبون و در قسمت های قبل از محور y یعنی تو x های منفی اینو کات کن، پیست کن و کات هم پیست هم بلدی. و الان میبینید 3 تا اکسترموم داره و این 2 تا اکسترموم مشتق پذیرن، مماس افقی، و اینم نقطه گوشه هست که تابع مشتق پذیر نیست. نکته مهم اینه که اینجا نوشتم این تابع حوالی مبدا کم توان به کم توان و شبیه قدر مطلق x و این زاویه بین دو نیم مماس هم توی مبدا 90 درجه است، چون میدونید قدر مطلق x شیبا 1/1 ضربشون -1 و بنابراین این دوتا به هم عمودن. و همون داستان کم توان رو بهتون گفتم که در واقع میتونید حوالی صفر اینو اینطوری در نظر بگیرید. یه موضوع دیگه هم که مهم هست، تعداد اکسترموم نسبی اینو میخواد با شکل بگید. یعنی شما دیگه وقتی پیچ نیوتن رو میشناسید، نیایید از این دوباره مشتق بگیرید و جدول بکشید بعد خودتون رو دچار مصیبت کنید. ان شاءالله که از این ویدیو استفاده کردید. این ویدیو رو سیو کنید،
حتما برای دوستاتونم بفرستید، چرا که ما میخوایم نگاه جدیدی به کتاب داشته باشیم و از جایی که کتاب در واقع طراح مؤلف کتاب توش رد پا گذاشته، طراح میاد همینا رو به همچین سوالایی تبدیل میکنه و در واقع معلومات ما رو میسنجه. خدا نگهدار.